درباره نامزد به وکیلی من فکر میکنم موقع نداریم که حاضر این نشست مطبوعاتی رو برای ترغیبات حزب استفاده بریم و میتونم گناه کنم. ولی اگر گپ درباره شخصیت من باشد، من اعضای کماندای جناب اولی، کماندای اقتصادی تاجیکستان و برای کماندا مهم نتیجه هست، مهم غالب آمدن او در بحث ها است یا که در مبارزه است و مهم نیست که اعضای کماندا در پیش است یا در قفا است یا در مابین است، در کجا است. وقتی لازم بود من رفتم از اینجا به خارجه 5 سال کار کردم برگشتم و امروز لازم دانست حزبی ما با سروری جنابی عالی که من در پارلمانت باشم و اگر من از روی خط گذارم من در پارلمانت فعالیت میکنم. من شخصا از این راضیم. من شخصا انتظارم که در تکیه به او دانش و ملکه‌ای که دارم میتوانم باز در اونجا موفق باشم. برای خدمت کردن امکانیت‌ها در مقام وزیری اگر شخص وظیفه رو آباد میکنم دوی من، نه وظیفه شخص. یعنی اگر من سزاوار باشم در اونجا هم فکر میکنم که سربلند خواهم بود.